نام خدا به این جوان ها و به این مردای بزرگ. سلام به کلگی. سلام. ماندنشنین خوبین جوان چم خوبه؟ نام خدا. نه دیگه مگه ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت. اینا لم آخرش خودون چم جور کن دیگه. آخرش خودون چم جور مونید و جور کدید و جور مونید بخیره. با امید خدا جور میشه. یک دفعه که نی راه روز چونه نه هم رفت هم دو آسوش نه دیگه خیلی خوبه نه؟ آره خیلی راحت میشه. لالای ببخشی مزاحم کار شدم. مقصد علمی لالم چه قاره؟ ها؟ فشار آمده است. مندنشنی جور بخیر. جوان خوبه؟ سلامت باشین. حالا چرا او واز کردیم خوب سه قصه کنی اگه خاکشه و اینجا کم نه؟ چیز کده؟ خاکشه و اینجا. خاکشه چه کم؟ خیره بچه. این خاگا و این چیزا کسته دوایه. آره. ضرر نداره. جامان خوبه؟ بخیریم سلام. آفرین لالای را خانه از کجایه؟ خانه ما شکور. از کدام بینی شاکر؟ از بلند ها شکر. آفرین لالای را. مکتب هم موری؟ مکتب نه. نام چی هم؟ محمد حسین. محمد حسین تخلص تو؟ حسینی. آقای حسینی عزیز چند نفر از یک خانه هم دید سرک کار نیست؟ امروز 2 نفر بدید. امروز 2 نفرین؟ خواه آقای حسینی عزیز دی شاکر چند ساله ای؟ 18 ساله. 18 ساله. نام خدا. دی مدت 18 سال دی منطقه شاکر چیز کارار پیش میبردی؟ دیگنی. دیگنی؟ چوپانی هم کدی؟ چوپانی اره. چطور درس نخوانده؟ درس دوره. مدرسه نی. دور بود یا شوقش نداشتی؟ نه شوق داره این مدرسه نیه دیگه. مدرسه یا مکتب نیه؟ آره مدرسه. اگر مکتب جور شنه بخیره شوق درس خواندن داره؟ آره. مثلا در آینده چی فکر نمیگی اگر درس بخوانم چی کاراش نو؟ درس بخوام در مردم کمک کنم. مثلا انجینیر شنی، معلم شنی، دکتر شنی، پیلوت شنی، بخش کشاورزی پیش ببری، کدام رو زیاد شوق داره؟ معلمی خوبه. معلمی خوبه؟ نام خدا. چند برادرایی؟ 4 برادر. 4 برادر. پدرت هسته؟ آره. خب پدر تو مصروف چی کارایه؟ پدر من دیگه نی. ترکاریه. خود تو از شاکر بیرونش رفته در مثلا در شهرها در ولایت‌های مثل ورزگان مثلا غزنی، هرات، کابل اینجا رفته؟ نه. جدا از شاکر در کجا رفته؟ جاهای دور رفت؟ نه رفتیم. فقط همینجا بوده؟ آره. نام خدا. آقای حسینی عزیز ببخشید مزاحم شدم. دیگه برادرها چیز کار نه از تو بزرگتره کلانتره؟ از ما رزگکتر و چوپانی نه؟ انشالله روزش نه که در شاکر بهتر مکتب جور شنه و تو هم درس بخوانی و یک مدتی که درس خواندی از او بعد بخیره در او روز برسی که تو استاد باشی و معلم باشی و شاگرد تربیت کنی. چطور؟ انشالله خوبه. آفرین. امروز هم ده که سرک کار کنی نه؟ آره. خب بسیار عالی. زله میشی یا خسته میشی؟ اردوش. موفق باشی آقای حسینی عزیز دیگه خوبه دیگه اینه کلگی مایا جوانو مایا چیز کار نه سرک کار نه. تشکر. کدام گفتنی مانده باشد؟ از خود تو گفتنی داشتش؟ گفتنی دیگه چیز نداره. برادر و خیرون کمک کنیم سرک در سر بیرسن. سرک کار شد. انشالله. موفق باشی سلامت باشی دیگه. اینش یه طرف
لاره چه کاری؟ ها؟ کار نیم نه راست چه کاری؟ زلش ده؟ نه زله نشده خب من دانش نی جور باشی بخیر خوبی جامانت خوبه؟ سلامت باشی بخیر خب برای بیننده خود معرفی کو سلام و کلام داشته شی. سلام علیکم خدمت بیننده های عزیز دیگه نام تو چیه؟ نام تخلص تو رحمت چیه؟ الله تخلص تو خلص من یعقوبی یعقوبی. آره یعقوبی عزیز خانه از کدام من شاکوره؟ خانه من میگه نمیگی بخی میبرم اون چند دفعه ما اومد اینجا وش نگم بودی نبودی؟ بودم ما اولا بودم بودی؟ در سرکاری بودم نام خدا. مکتب موری؟ مکتب نه ایج نرفته؟ یک 7 سال رفتم دیگه خب نرفتم تحصیل 7 سال رفته دیگه حتما یاد گرفته دیگه چیزی یاد نگرفتم یا خود تو شوق نداشتی دیگه نرفته یا شب خود داشتم نشد دیگه نشد از خاطر مشکلات زندگی ها؟ آره خب آقای یعقوبی عزیز قصه که امروز ساعت چند بجه در کارم دین سرک در کجا رسیدین چند وقت کم ده در سرک کار نی سرک یک دونیم موش آمده همین کار نی نه آره بسیار خوب دیگه چه رقم کار نی خود بابیل کلنگ جبل کار میدیدیم خب اگر روز موز است یا نمرو تر فقط رایگان کار نی رایگانم رایگانه آره نام خدا آقای یعقوبی عزیز نام خدا ما گفتم نمیتوان کار معلوم میشد انگنه یالی که سیل نوم بسیار یک بچه خوش برخورد با اخلاق دیگه نظر خود تو چیه کمی سرک بخیر سعی جوش نه کمازده وش نه دیگه نه راحت نه نظر خود دیگه باره چیه نظر از من میگه که موتر رفت آمد کنه از این بار دکاندار برسه دیگه مردم راحت میشه خب منطقه شاکور چه رقم جای ایمه گرمه یخه زمستون چه رقمه زمستان چی یخ خیر چند ماه زمستون داره در اینجا زمستان 5 ماه 5 ماه خب چند ساله هستی 19 سال 19 ساله آره. آقای یعقوبی عزیز در طول عمر 19 ساله در این زمستانی که طولانی شما چیز کاروبار نه در غیطایی که مثلا برف میزنه چیز کار نه در خانه در منطقه یه دمون ترشته وقتی برف زد فقط در پیتر آره خب انشالله که خب چطور مکتب نرفتی از بعد چی دیگه تو دور بود نزدیک بود یا در منطقه چی دور مکتب بود هسته؟ منطقه ما تا صنف 6 هستم دمینجی آره از اول چنیه دیگه از اول مقدلی سفر یال فعلا چیز کارا پیش نو غیر که از او پیش کاری نبود یالی دهقانی دهقانی سخل کیشت نیالای گندم دیگه لوبیا در چیزا لوبیا مونه اینجا آره گندم دیگه چی سخل کیشتی دیگه هم تر قدر زیاده خب آلاف چی رقم این منطقه شما آلاف داره؟ آلاف داره زیاد داره خب چی رقم آلاف داره آلاف کویی آره اینی رشقه مشقه ایترام شما کشتی؟ آره خب در کدام کار دهقانی خوب امیت قویش ده؟ پکش نه مثلا نمی اودری اداودری او ما واسطه که اودری کی؟ آبی صحیح نیست دیگه او صحیح نی ها؟ نه چیز کارشونه اینج که او صحیحش نه نظر خود چی در عباره کمی منطقهش خوبش نه منطقه هم چشما رو بکنه زیاد میشه دیگه خب چشمت زیاد داره؟ آره چشمش قطسکل بکنه خد بیل میکنی کی؟ آره خد بیل یالا منو بیل هم داد منطقه آره دیگه انشالله که کارش نه کمی کاریزایش هم کارش نه امی بیل باید 1 ساعت 2 ساعت کار کنه خوب آمیده نه؟ آره خوب آمیده خب لوبیا گندم کچالو مشروم شخل جوری دیگه چیز خیر؟ امتراکش اینجا میشه دیگه نه؟ از میوجات این سل داره؟ میوجات زردالو سیب خب دایی شاکور دایی مدتی که بوده چند دفعه راستی از خانه تو تاک گرفته؟ تایج نکرد تایج نکده؟ نه یا شوقش نداشتی؟ شوقش نداشتم پدر حیاته؟ آره چیز کارانی دیگه پدر همراه پدر کمک میده خانه در کار بکنه آره بسیار عالی اگه دفعه همیت شوقش همده که تو تاک میبوری در خارج اونجا؟ نه بسیار خوب ایران اونجا هم نرفتی؟ نه کابل غزنی هرات اونجا؟
رفتید؟ نه غزنی رفتیم دیگه اطلاعات نرفتیم کابل اینجا. بسیار خب یعقوبی عزیز کدام گفتنی بیشتر گفتنی برای ندارم بیننده دیگه. ندارم. سلامت باشی دیگه جور باش. تشکر. اصل نفر اینجا ها اشتا چای مخوره. آره سلام آقای حسینی مندنش خوبی جوان بخیر خوب بخیر بخیر جورا بخیری دیگه پل چای سووزی شاکر بخوری یا شکسته از چیه دیگه از خود معدن می زیر قله های کلان دایکندی آره آره دیگه بخشی صحت خیلی خوبه چطور بود برنامه امروز والا برنامه عالی بود امروز خدا رو شکر آره چطور شده از اون روزی که امی تیمی که امدا از اینجا گذر کرده با گل بادام به نظر تو دایی باره اگه دفعه فکر منی که چطوری شده والا فکر فایده دید نکدید یا تاوت دید این کارا رو فکر منم بعض وقتا درک چپاک دریخ میزنم میگم که خاو نباشه ما میشه خاو میگیرم این راستیه باز نه سهل میگم راستیه این کارا صورت گرفته دیگه خدا رو شکر خیلی پیشرفت تو زندگی زیاد هم در قریه خوشنکپای هم در شاکر فعلا تنها سرک هستم خوشنکپای خدا رو شکر روز اول که آقای فلسطی انجینر صاحب از نو تیمی که گل بادام را که دیدیم در کجا بود چی رقم بود روز اول آمده بود در بازار از بازار در مو راه گم کرد در آره دیگه در دان بوم آمده در جایی که خانما و پر میگه دیگه فاصله هم 2-3 هزار متر دور دیگه ممکن به سواد از یک چیز خبر نبودی نه دوربین میشناختی نه رسانه رو میشناختی نه چیز میشناختی اینا که پایه رو اینجا عیار کرد دیگه بعضی از ما دیگه خیلی ناراحت شدیم که شما اینجا قیس پیاره نصب کردید اینجا از خانوما ویدیو میگیرید فلان جمع کرد دیر خم باز اکرام شد آره خوی چیزا دیگه به خاطر بی‌سوادی و محرومیت از چیزا بود نه آره باز خدا رو شکر که سیل منی برای آب سحیر سیل کنی آب زراعتی سیل کنی مکتب که تازه در حال پایه‌گذاری سرک سیل کنی دیگه تازه مردم فهمیده که امی رسانه هم خوب بوده که صدای از مور مثلا در گوش خیرین در گوش مسافرین میرسنه و دیگه اینمزی طریق است که زندگی و آبادی به وجود میاد. آیا حسینی جالبیه که یک از دوستا بود دیگه چی بگیم دوستا بگیم از منطقه اهالی انجام منطقه در جاغوری تازه میره کاروبار سرک مرگ رواج شد نه؟ بله. باز یک دونه مخالف از این کار بود این روز بسیار اعصابش خراب ما کمره دادیستم گفتی مرض را گوشه چیک دیدالی این مرض داخل لازم اومده سرک جور نی هر کس سرک جور کرد بلده جور ندیگه شما چیکار دی کارا یعنی قاش هم داد که شما چرم دید یک تعداد پیدا میشه که خوش نیه در این کارا نه منتها او بعداد میامد که یعنی گب از او که این مرض کم کم که اول شمور گرفت از او بعد کم کم این مرض شاکور رام گرفته شاکور منگور را گرفته آره حتی ما قچی گفت ما مولای کم مریضی اگه باشد این مرض نیگه دیگه مرض خوبه دیگه باید همه جای بگیره بهتره یعنی حالا هم شکر خدا که این رواج خوب کم کم میشه ادامه پیدا کنه تمام جای و مشکلات ها حل میشن زنده باشی آقای حسینی عزیز تشکر باشید بازم شما آمدید در این منطقه محروم در این هوای گرم تابستان اینجا می زحمت میکشید گزارشات کاری مردم برای خیرین رسانه‌ای ملت خدا ان شاء الله شما را خیر بده سلامت باشید تشکر از خودت که همکار شدی در این راه دیگه راه دوره اگر نه آروز رفتندون جمع گروه نه آره اگر تو نمو بود والا تلاش استاد اخلاصی و دیگه بانوی قهرمان شامامه و انجینر نجیر بود که مرا تشویق کرد که در این عرصه ما فعالیت کنم دیگه البته خیلی خوشحال هستم که در اندازه توان خوب ما بتونیم صدای از مردم فقیری که سالهای سال از نبود راه و کلینیک و شفاخانه و مکتب در انجازا بوده یک صدای حداقل خوب اگه نبوده یک صدای ضعیف از این مردم باشم در این خیلی خوشحال هستم و راضی هستم از کار موفق باشید تشکر یک کیلو چای بگو سلام علیکم مندانه باشید.